سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید بارها شنیده باشید، اما این بار با نگاه علمی و معنوی با هم میخوایم بررسیش کنیم. اینکه حال درونی ما مسیر رویدادهای بیرونی ما رو میسازه. حال خوب یعنی چی؟ وقتی از حال خوب حرف میزنیم منظور فقط چند لحظه خوشحالی زودگذر نیست، بلکه یک کیفیت پایدار درونی است که حتی وسط سختی ها میتونه حضور داشته باشه. این کیفیت رو میتوان در 3 لایه دید: لایه جسمی، لایه ذهنی، لایه احساسی و معنوی. بریم سراغ این که هر کدوم رو بازتر کنیم. لایه جسمی باعث میشه که بدن شما سبکتر بشه، تنفستون عمیق‌تر و منظم‌تر بشه، قلب و سیستم عصبیتون آرام بگیرد و حتی اگه کار زیادی داشته باشید انرژیتون ته نمیکشه. لایه ذهنی، ذهنتون مثل آسمان صاف میشه، افکار شلوغ کمتر میان و میرن بدون اینکه شما رو غرق خودشون کنن. در نتیجه تصمیم هاتون سنجیده تر میشه. لایه احساسی و معنوی، یک حس اعتماد آرام به زندگی پیدا میکنید. احساسی شبیه اینکه هرچه پیش میآید راهی برای عبور هست. این به معنای نداشتن غم نیست، بلکه یعنی غم و شادی هر دو مهمانند و شما صاحب خانه اید. حاصل این 3 لایه همان چیزی است که قدیمی ها به آن دل آسوده یا طمأنینه می گفتند. حالی که از درون می جوشد، نه از بیرون. و اما بریم سراغ توضیح علمی، مغز و هورمون ها. دانش عصب شناسی میگوید وقتی حالمون خوبه، هورمون‌های مثل سروتونین و دوپامین ترشح میشه. سروتونین احساس رضایت و تعادل میاره و دوپامین هم ما رو مشتاق عمل میکنه و باعث میشه که ایده‌های تازه‌ای ببینیم. این ترکیب باعث میشه تصمیم‌های دقیق‌تری بگیریم، فرصت‌ها رو سریع‌تر تشخیص بدیم و با آدم‌ها رابطه بهتری برقرار کنیم. از بیرون شاید به شکل اتفاقهای خوب دیده بشه، اما واقعیت اینه که مغز و رفتار ما زمینه آن را آماده کردن. این یه توضیح علمی بود. و نوبت اینه که بریم سراغ از علم تا متافیزیک، ارتعاش و همفرکانسی. هر چیز در جهان در حال لرزش است، از ذرات اتم گرفته تا کهکشان‌ها. این فقط یک باور معنوی نیست، بلکه ریشه در علم هم داره. فیزیک کوانتوم و مکانیک موجی توضیح میدهند که ماده در نهایت انرژی و ارتعاشه. قلب ما ضربان داره، سلول‌ها نوسان دارن، حتی افکار و احساسات هم سیگنال‌های الکتریکی و مغناطیسی تولید میکنن. در متافیزیک این اصل علمی به زبان ساده تر بیان میشه. افکار و احساسات ما ارتعاشاتی میفرستن که مشابه خودشون رو جذب میکنن. اگه با ترس، خشم یا کمبود در ارتعاش پایین باشیم، موقعیت‌ها و آدم‌های همون سطح رو بیشتر میبینیم. و برعکس، وقتی ذهن و بدن رو در آرامش، قدردانی و شوق قرار میدهیم، اتفاقهای همفرکانس با این حال خوب به سمت ما میان. حتما دیدین روزی که با حال خوب از خونه بیرون میرین، انگار همه چیز روانتر میشه. از هم صحبتی های دلنشین تا پیدا شدن فرصت های کاری. این فقط شانس نیست، بلکه نوعی همفرکانسی هم هست. و اما بریم سراغ تمرین های عملی برای بالا بردن ارتعاش. چطور این حال خوب رو بسازیم؟ این چند تا تمرین ساده و عمیق رو انجام بدید حتما. اولین مورد سپاسگزاری آگاهانه. هر شب 3 چیز کوچک رو بنویسید که بابتش شکر گذارید. تنفس آگاهانه یا مراقبه کوتاه میشه دومین موردش. 5 دقیقه تمرکز روی دم و بازدم سیستم عصبیتون رو آروم میکنه. سومین مورد حرکت بدنیه. پیاده روی یا نرمش انرژی حبس شده رو آزاد میکنه. 4مین مورد کاهش ورودی‌های منفیه. در دنبال اخبار استرس‌زا باشید، به جای اون موسیقی آرام یا طبیعت رو انتخاب کنید. این کارها فقط روانشناسی نیستن، هر کدوم سطح ارتعاش شما رو بالا میبرن. پس وقتی میگیم
حال خوب اتفاقهای خوب میاره، این فقط یک جمله انگیزشی نیست. این حقیقتیه که هم علم مغز و هم حکمت متافیزیک به ما میگویند. شما با مراقبت از درون، با سپاسگزاری و آگاهی نه تنها زندگی شخصیتون رو متعادل میکنید، بلکه با نیروی هماهنگ میشید که در همه جهان جریان داره. پس حالا میدونیم که ارتعاش و همفرکانسی فقط واژه‌های شاعرانه نیستند، بلکه پلی هستند بین علم و معنویت، میان سلول‌های بدن ما و بیکران هستی. از امروز هر فکر، هر کلام و هر احساسی که انتخاب می‌کنیم موجی است که به جهان می‌فرستیم. اگر می‌خوایم فرصت‌های تازه، آدم‌های الهام بخش به سمتمون بیان، کافی است لحظه به لحظه به سمت آرامش، سپاسگزاری و عشق برگردیم. به یاد داشته باشید کیفیت فرکانس درونی ما کیفیت زندگی بیرونیمون رو میسازه. پس هر روز چند دقیقه سکوت کنید، قدردانی رو تمرین کنید و اجازه بدید جهان با بهترین شکلش با شما همصدا بشه. اگه این پیام براتون الهام بخش بود، با دیگران به اشتراک بذارید تا همه در این ارتعاش زیبا هم فرکانس شویم. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.